بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام و دنیای از ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. الله رو بی نهایت سپاس از اینکه بار دیگر این توفیق نصیب راه ما گشت تا به همراه شما خوبان و عزیزان در برنامه دیگر از برنامه‌های سفره دل، پای سفره‌ای که جناب دکتر در برنامه امروز برای من و شما پهن خواهند نمود گرد هم آمدیم تا گره‌ای از مشکلاتی که در فضای گرم خانواده احیانا ایجاد می‌گردد رو باز کنیم و یا اگر خدایی نکرده رشته الفتی گسسته گشته است اون رو دوباره گره بزنیم تا به هم نزدیک تر شوند عزیزانی که رشته الفتشون گسسته شده است. این جمله، این کلمه گسسته خیلی تلفظش سخته و در خدمت شما عزیزان هستیم با جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز در برنامه دیگر از برنامه‌های سفره دل. در ابتدا به نام دیگر شما عزیزان و از طرف خودم و همه عزیزان شبکه جانب سلام عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوش آمد میگم حضور جناب دکتر رو در استودیو و برنامه سفره دل. خوش آمدید. خیلی خیلی لطف دارید. بنده اگر اجازه بدید یک عرض سلامی هم داشته باشم خدمت بینندگان عزیز و امید است که انشاءالله در این برنامه هم بتونیم بعضی از مفاهیمی که زندگی رو زیبا میکنه و فضای خانواده رو فضای پر از عشق و محبت، مودت و رحمت میکنه رو با هم باز کنیم. در خدمت شما هستم، بفرمایید استاد سلیمانی عزیز. خدمت از ماست جناب دکتر. اگه اجازه بدید من در ابتدای برنامه و برای بینندگان عزیز هم من پیامی رو در تلگرام حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان عزیز دیدم و از اونجایی که خیلی سفره دلی بود من دلم نیامد که در این برنامه نخونم و در آغاز برنامه که مرتبط هم هست با موضوع برنامه ما من دوست دارم که این پیام برای عزیزان بخونم. عزیزانی که علاقمند هستند که پیام‌های زیباتری رو هم دریافت بکنن حتما باز به کانال تلگرام شخصی حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان که آدرسش رو انشاءالله احمد جان برای شما خواهند نوشت مراجعه خواهند کرد و استفاده خواهند کرد. موضوع عنوانش است اشک همسرت را پاک کن. چه زیبا. این کلام این دلنوشته جناب مولانا عبدالقدوس دهقان است و به هر حال این لطافت طبع و قلب حضرت مولانا. اشک همسرت را پاک کن. اشک زلال همسرت دلیل صفای درون اوست. اگر از تو راضی باشد اشک می‌ریزد. اگر برای تو نگران باشد اشک می‌ریزد. اگر اندوهی بر قلبش سنگینی کند اشک می‌ریزد. اگر از او دور باشی اشک می‌ریزد. اگر به تو نزدیک باشد اشک می‌ریزد. اشک همسرت قطره‌ای اسرارآمیز است که سیل خروشانی از عشق و عاطفه و احساس‌های متفاوت در آن نهفته است. این تویی که با ظرافت و ژرف نگری باید معنا و محتوا و پیام اشک همسرت را بخوانی و به گونه‌ای شایسته پاسخ دهی. مبادا اشک همسرت را در نطفه خفه کنی و یا از اشک ریختنش آزرده گردی، بلکه بگذار که سرش را بر شانه‌ات بگذارد و آرام اشک بریزد. فقط این گونه آشوب درونش را به آرامش تبدیل خواهی کرد. بگذار که با قطرات اشک خیش احساس و عشق دیرینه اش را حیاتی دوباره بخشد و تو آنگهی با سخنانی از عمق جان و یا نوازشی جانانه، بوسه‌ای عاشقانه از احساس و عاطفه‌اش قدر دانی کن و بدین گونه اشک پاک همسرت را پاک کن. این کلام حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان بود. در پایانم فرمودن و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و سلم. عزیزانی که دوست دارن از این کلام ها بیشتر بهره مند بشن به کانال شخصی حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان در تلگرام مراجعه خواهند کرد. جناب دکتر البته این دیگه قرض میمونه روی مولانا که مولانا هم تو برنامه‌هاشون برای ما هم تبلیغات کنن. مولانا تو برنامه‌هاشون فرصت پیدا نمی‌کنن برای ما تبلیغات بکنن. انقدر
جنجال زیاده برنامه‌هاشون که به ما نمیرسه جناب دکتر. با شما عزیزان در به هر حال تلیعه این برنامه آنچه که حضرت مولانا هم بیان کردن در اشک همسر و شناخت و درک احساسات متقابل بین زن و شوهر احیانا رفتاری ایجاد میشه و برخوردی ایجاد میشه که نیاز به درک و نیاز به شناخت داره. شناخت یک زبان متفاوت با این زبانی که ما سخن میگیم. همیشه انسان با زبان صحبت نمیکنه، چون اگه این کارو بکنه مثل من گلوش گیر میکنه، باز نمیتونه حرف بزنه. بعضی پوزش میشه بدون زبان هم صحبت کرد و نیاز نیست انسان همیشه با یک زبان صحبت بکنه، یا احیانا زبان سخن متفاوت است با زبان سخن دیگری. چیکار کنیم تا زبان سخن همسرمون رو بهتر بفهمیم؟ چگونه میتونیم ما زبان عشق و محبت رو در زندگی خودمون ایجاد بکنیم؟ امروز جناب دکتر بعد از پایان حکایت کلیدهای عشق، امروز باز با خودشون زبان آوردن داخل سفره دل و میخوان درباره زبان عشق صحبت کنن. عنوان برنامه رو هم گذاشتن 5 زبان عشق. این عنوان برنامه است، 5 زبان عشق. حالا توضیحات بیشتر با جناب دکتر. جناب دکتر شما و زبانهای عشق. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. البته قبل از برنامه من از شما خواستم که باز هم یکی از همون جوکای بی‌مزه‌تون بگید که نگفتین. در همین اثنایی که به اصطلاح یاد جوکای بی‌مزه شما افتادم، یاد یک قصه بی‌مزه افتادم. خب یک قصه است که شاید بینندگان عزیز 1 میلیون بار هم شنیده باشن، اما خیلی بی‌مزه هم هست، اما جا داره که باز هم یه بار دیگه بشنون. اون قصه تکراری که مرد میاد میگه که آقا من دارم مثل تنگ 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 بوق بذارم دارم جون میکنم، خب از صبح تا شب نمیدونم کار میکنم و میام خونه، خانمم قدرمو نمیدونه، این زحمت های من بیهوده مثلا هدر میره، این همه خون جگر میخورم، این همه عرق میریزم، این همه هیچ کسی ارزشی برای من قابل نیست. برای من تازه 1 ساعت هم که با دوستان میرم بیرون، اون 1 ساعت وقتی میام خونه اونم باسم زهرمارش میکنه. باز طرف دوم حکایت اون روی سکه آقای انصاری میبینیم که خانمه است که من مثل برده کنیزک از صبح تا شب دارم جون میکنم، صبح بلند میشم بچه‌ها رو آماده کن برای مدرسه و لباساشون و اتو کن و صبحانه بده و فلان، و بعد که رفتن مدرسه بیا و خونه رو مرتب کن و لباس بشور و غذا درست کن و فلان و الان. یا آقا هم که میاد انگار نه انگار که من تو این خونه وجود دارم، اصلا واسه من یک قرون هم به ستاره هم خورد نمیکنه، یک قرون ارزش قائل نیست، تو نمیدونم فلان و فلان. یک حکایت دور و دراز. این قصه تکراری رو ما خیلی میشنویم، اما این قصه در واقع خب این 2 پهلوان یا 2 تا قهرمان این نمایش، 2 بازیگرشون، اینا همونایی بودن که دیروز مثل بلبلا واسه هم دیگه میخوندن، 2 تا قناری خوشخوان عشق بودن. چی شد که مثلا اینجا شد؟ حکایت اینه که من رفتم بازار، یه ماهی خیلی خوشگلی دیدم، خب خیلی دوستش داشتم، خیلی خوشگل بود، خریدمش، آوردم تو خونه، تو آکواریوم گذاشتم، خیلی دوستش داشتم. گفتم چی بهش بدم؟ خب خودم چون که چلومرغ خیلی دوست دارم گفتم بهش چلومرغ بدم، بهترین غذایی که خودم میخورم به اونم بدم. چی شد؟ ماهی بیچاره مرد. یا حکایت اون خرگوشی که آوردی بودم خونه که بهش به اصطلاح چون خیلی برام مهم بود بهش پیتزا میدادم، گوشت میدادم، اما اون خرگوشه ناراحت بود، از من چی میخواست؟ هویج. از من هویج میخواست. بنده خدا. پس حکایت همون زبان هست. ما زبانهای مختلفی داریم. حالا ساجد خانم خدا جزا خیرش هم بده واسه ما 5 تا زبان مختلف آماده کردن. هر یکی از این زبان‌ها یه رنگی داره.
یعنی ما دقیقاً در مسائل در این قصه مثل کی هستیم؟ مثل ایرانی که بره مثلا چین، اونجا با فارسی خوب شاعرانه حرف بزنه، کسی حرفش رو نفهمه، بعد بیاد و دلخور باشه که آقا این چینی‌ها چقدر خنگن، اصلا حرف منو متوجه نبودن، زبون نفهم بودن. خب حالا نه چینی‌ها زبون نفهم بودن و نه ایشون به اصطلاح گنگ بود یا نمیتونست حرفش رو برسونه. قضیه زبان مشترک اینجا وجود نداشت. هر یکی زبانش یه چیزی بود، یه چیزی میگفت. این منو بیاد قصه زیبایی که مولوی در مثنوی ذکر میکنه که 4 نفر بودن، 1 درهم داشتن، اما هر یکی به زبان خودش یه چیزی میخواست. میفرمایند که 4 کس را داد مردی 1 درهم. این کسی 1 درهم، به 4 نفر بودن با هم، 4 تا دوست. آن یکی گفت این به انگوری دهم، یکی گفت 1 درهم میشه یک انگور خوبی خرید و نوش جان کنیم با هم. آن یکی دیگر عرب بود، گفت لا. عربه گفت نه، من عنب خواهم نه انگوری دقا. مثلا من عنب باید بخریم. عنب هم همون انگور. عنب هم همون انگور. من عربیش. اما چی مشکل چی هست؟ زبون به اصطلاح زبون همدیگه رو متوجه نمیشن. آن یکی ترکی بود و گفت این بنم، من نمیخواهم عنب، خواهم ازم. ازم هم همون انگور خودمون. آن یکی رومی بگفت این قیل را ترک کن، خواهیم استافیل را. رومی گفت استافیل میخوایم، این هم انگور خودمون. در تنازع آن نفر جنگی شدند که ز سر نامها غافل بودند، مشت بر هم میزدند از ابلهی، پر بودند از جهل و از دانش تهی. صاحب سری عزیزی 100 زبان، گر بودی آنجا بدادی صلحشان. الان ما میخوایم در این برنامه بینندگان عزیزمون رو همین صاحب سر کنیم که در خیلی از خانواده ها عشق هست، محبت هست. وقتی که من بهترین چیز رو به ماهیم دادم و باعث شدم که بمیره، من این غذای بسیار خوشمزه رو به ماهی ندادم که ازش متنفر بودم، از روی دشمنی ندادم، از روی دوستی دادم، از روی محبت و عشقی که بهش دادم اینو دادم. اما چون که زبان ما مختلف بود، ما حرف همدیگر رو نمیفهمیدیم. الان در این خونه ای که به اصطلاح این مرد داره جون میکنه، برای چی جون میکنه؟ برای همین خانواده و رفاه خانواده. این زن داره جون میکنه برای همین خانواده. یعنی 2 تا عنصر فعال، پر از نیرو، پر از عشق، پر از امید، پر از توانمندی برای ساختن این خانواده دارن کار میکنن، اما هر یکی دیگری رو متهم میکنه. اینجا مشکل چه است؟ مشکل در واقع این زبان است. یکی داره با یه زبان حرف میزنه، دیگه با یه زبان همدیگر رو نفهمیدن، در حالی که هر دوتاشون یه چیز میخوان، هر دوتاشون انگور میخوان. شما دکتر یک سوال پیش اومد برام، شما 5 تا زبون درست کردید، هیچ کدومشون سرخ نیست، در حالی که زبون هرچی از سرخه. نمیدونم شما این زبان سرخ مشکل داره؟ زبان وقتی که سرخ باشه یعنی زبان تفاهم است. ما الان این زبان سرخ داریم که همه همدیگه رو میفهمیم، باید بفهمیم. خداوند این زبان رو به همه، خداوند برای ما یه زبان مشترک درست کرد که ما همدیگه رو بفهمیم. اما خب در این زبان مشترک ماییم که نمیدونیم چطور این زبان رو استفادهش کنیم. یا در واقع در این به اصطلاح برنامه ما نمیخوایم بگیم که چطور این زبان رو ما استفاده کنیم، به قدر اینی که ما میخوایم بگیم که چطور زبان طرف مقابل رو بفهمم، طرف مقابل میخواد با کدوم زبان باش حرف بزنم. خب از اینجاست که یعنی هر شخصی میفهمه یک زبانی رو دوست داره که ما برای اینکه موفق باشیم در ابراز علاقه و محبتمون و در پررنگ کردن این رابطه عاشقانه بین زن و شوهر نیاز داریم که بفهمیم این زبان عاشقانه چی هست. بله، هر یکی یه زبانی داره که اون رو بهتر میفهمه که اون زبان اساسیش هست. بعد از اون زبانهای بسیار فرعی هم کار خودش رو داره، اما زبان اساسی، اون چیزی که مثلا اگر اون کار رو من کردم، طرف مقابل احساس میکنه که من ازش قدردانی کردم، من دوستش دارم، اشباع میشه در عشق. دقیقاً. اصلا قضیه عشق، هر یکی از بسیار قضیه عشق دقیقاً قضیه این موبایل هست. موبایل چیکار میکنه؟
شارژش تموم میشه، باید مرتب مداوم این شارژ بشه. در خانواده هم همینطور، هی باید این عشق شارژ بشه. در واقع هر یکی از طرفین یه باک دارن، باک عشق، دیگری باید این باک رو مرتب پرش کنه، چون که این باتری عشق بله این میسوزه، شارژر میخواد، این بنزینش تموم میشه، باز باید شارژش کنی یا بنزین بذاری توش. اینی که مثلا عشق باید مداوم. و ما در زندگیمون اصلا همونطور که قبلا هم گفتیم، خانم ها از ماه اومدن، آقایون هم از مریخ، یعنی دو تا زبان کاملا مختلف دارن، دو تا شخصیت جدا داریم کاملا، شخصیتشون جداست، احساساتشون جداست، نیازهاشون جداست، خود فضای ساخت بدنشون و فیزیک بدنشون جداست. اما وقتی که یه چیز جالب هم هست، شما توجه کردید آقای سلیمانی عزیز به چی؟ وقتی که به اصطلاح دو تا زوج جوان رو میبینید، باید معرفی کنن که خانم فلانی آقای فلانی اینا دو تا زوج جوان هستن. اما وقتی که شما مثلا یه پیرزن یا یه پیرمرد رو میبینید که هم 20 سال با هم ازدواج کردن، شما یکی رو که ببینید میفهمید که این شوهر فلانی باید باشه. میگن دو نفر که خیلی همدیگه رو دوست دارن، بعد از مرور مدت زمان زیادی که با هم زندگی میکنن شبیه هم میشن. دقیقاً همینه. خب اینه که این به اصطلاح نزدیکی باعث میشه که استمرار زندگی خودش یکم باعث میشه که با مرور زندگی زبانای همدیگه رو بیشتر بفهمن. دقیقاً مثل که وقتی شما مثلا یک ایرانی رو فرستادی چین، روزای اول خیلی براش مشکل بود، یه 2 سالی که گذشت یکم شروع کرد راه افتاد تو، اصلا هیچ اگر مثلا سفره دیلی نبود و مطالعه نداشت، همه چیز کم کم راه میفته. واسه همینه که درصد آمار طلاق در ابتدای زندگی بیشتر از سالهای بعد هست. اینه که مشکل کجاست؟ مشکل همین که طرف مقابل چه زبونی رو میفهمه، زبون اساسیش چیه که من با اون زبون باش حرف بزنم، نه با زبون خودم، نه با فهم خودم. وقتی که من با اون چینی فارسی حرف زدم، خب به جایی نرسیدیم. اما اگر سعی می‌کردم به چینی با شکسته هم حرف بزنم، زودتر به نتیجه میرسیم. حالا جناب دکتر تایم موضوعی که شما اشاره فرمودید، اما ما بحث ما مجال صحبت ما عشق است و محبت است بین زن و شوهر، و خیلی وقتا شما اشاره فرمودید، حالا مثال‌هایی هم که زدید و این زبان‌های رنگ و رنگ قشنگ هم که نشون دادید، نشان از این داره که یک نیروی عشقی وجود داره. خیلی وقتها مشکل ما عدم وجود محبت و احساس عاطفه و عشق نیست، مشکل عدم شناخت طریقه ابرازش هست. ما نمیدونیم که این رو چطوری به طرف مقابل خودمون بفهمونیم و این ناشی از اینه که نمیدونیم که اون از چه زبانی خوشش میاد. حالا این زبان‌ها رو از کجا بشناسیم؟ من چطور بدونم که همسر من، مثلا من نوعی، چطور بدونم همسر من چه زبانی رو بیشتر دوست داره در راه ابراز عشق در رابطه عاشقانه؟ ببینید بعضی از یکی از زبان‌های عشق زبان تشویق کردنه، قدردانی است. خب اما این به این معنا نیست که همه از قدردانی خوششون میاد. اصولاً آقایون از اینی که شما تعریفشون کنید خیلی خوششون میاد، اما چطور تعریفش کنید؟ اگر مثلا شوهر بیاد به خانم بیاد به شوهرش بگه که ماشاءالله امروز چقدر خوشگل شدی ها، به چه تیپی فلانی، این زیاد آقا رو خوشحال نمیکنه. خب اما چی اگر از موفقیتاش بگم ماشاءالله خیلی زرنگی، به این کارو خودت کردی، اصلا ماشاءالله از هر دستت یه هنری میپره. توی خونه ما نه نیاز به نجار داریم نه نیاز به مهندس، ماشاءالله خودت هم فن حریفی. خب از این به اصطلاح تعریفش کنه، از شجاعتش، از دلیریش، از نمیدونم اینا. اصولا آقایون از این خوششون میاد. خانم ها برعکس. این چایی هم دستپخت خودمون نیست، اما خب ان شاءالله خوشتون بیاد. ان شاءالله. شکلش کمپین شبیه چایی هست، چای سبزه. آره مثل که. خب خانم ها از چه خوششون میاد؟ از این که از ریخت و قیافه‌شون تعریف کنیم، از خوشگلیشون، از لباسشون، از نمیدونم فلان. واسه همین گفتیم قبلا هم به خانم ها که مثلا آقایون اینقدر زرنگ نیستن. در چی؟ در این که بفهمن که شما میخواید چی رو میخواید.
وقتی که خانم میره لباس جست خوبی میپوشه میاد میگه که در من چیز مثلا خوبی دیدی، چی تغییر و تحولاتی در من میبینی؟ میگه که احمد پوده همونی که بوده، کجا چیزی خاصی نمیبینم. هم میخواد از لباسش تعریف کنه، باید یه تقلب برسونه. چطور این لباسی که پوشیدم خوبه که تو خونه بپوشمش؟ این رنگ آرایش چطوره؟ این رنگ مو چطوره؟ دقیقاً، یعنی یک تقلب بهش برسونه. حرف دهنش بذاره. همین بسونه که مثلا بهش برسونه که من چی میخوام. مهم یعنی اینه که، اما البته این زبانی هست در عموم هست. این به این معنا نیست که همه ازش استفاده میکنن یا زبان اساسی همه است. خب وقتی که مثلا یک خانومی هست که این زبان اساسیش نیست، خب وقتی آقا باید این رو درک کنه که این خانم من زبان اساسیش این نیست که من بگم که خیلی خوشگلی، چون خودش میدونه که خوشگل نیست. کدوم خانم‌ها خوشگل بودن که اون خوشگل باشه مثلا؟ این یکی رو مسئولیت این حرف رو من وحده نمیگیرم، این با خودتونه. نه این دیگه این حکایت طبیعت است. ما قبلا هم رو اشاره کردیم. به جز شما فکر کنم همه مردا اعتراف میکنن. همه طبیعت این رو داره میگه که مرد در طبیعت همیشه زیباتر است از زن. مثلا شیر نر رو ببین، شیر ماده رو ببین. این یکی کاملا درست است. مثلا خروس آقا رو ببین، خانم مرغ رو ببین. خب اگه خروس هم تخم میذاشت تمام زیباییش میپرید. تخم میذاره، حالا بچه میاره، این دیگه مشکل دیگه است. خب اینم قبول. طاووس، آقای طاووس رو ببین، خانم طاووس رو ببین. این یکی هم قبول. چی میخوای حالا؟ خب مرد از انسان ها چی؟ حتی تو انسان ها خب اون حیوانات داره، مرداشون خوشگل‌ترن. حالا کدوم از بینندگان رو کدوم شد مثال بزنید که باز دعوا میکنن که مثلا بگیم خانم‌ها هست. حتی گیاهان، طبیعت اینطوریه. تسلیم شدن. این طبیعت به اصطلاح خلقت الهی است که خداوند متعال مثلا زینت محاسن زیبا رو به مرد داده، به خانم‌ها که محاسنی نداده. به هر حال این نیست قضیه. این زیبایی شکلی آقایون خوشگل‌ترن، اما زیبایی درون خانم‌ها حرف اول رو میزنن. خانم‌ها هم که به اصطلاح مادرند، خانم‌ها هم که تاج سرند، خانم‌ها هم که به اصطلاح همسرند، دخترند. هر خانومی رو ببینی راهی است برای رسیدن به بهشت برای خیلی‌ها. بسیاری از خانم‌ها بهشت زیر پاشونه، همه مادران بهشت زیر پاشونه. 2 تا دختر داری بهشتت برات تضمین شد. خب حالا چطور تعریف کنیم از خانم‌ها حالا با این توصیفاتی که شما همه اینا کمه باز. اما قضیه اینه که به اصطلاح هر خانومی این هر زبان اولش نیست که شما به اصطلاح تعریفش کنید. شاید زبان اولش رابطه جسمی باشه. ما چند تا زبان داریم؟ 5 تا. یکیش هست تشویق کردن، یکیش هست اتصال فیزیکی به روابط زناشویی، یکی هست کمک کردن همدیگه، یکیش هست هدیه دادن به همدیگه و یکی هم هست با هم اوقاتی رو با هم سپری کردن. برای برخی از آقایون و خانم‌ها تشویق کردن زبان اول نیست. خب میری مثلا طرف میاد مثلا میخواد شوهرشو تشویقش کنه، حرفای خوب بزنه، میگه کلمت الطیبه صدقه. خب من بیام یکم تعریفش کنم فلان، فوراً میگه ما میخوای منو چیکارم کنیم؟ میگه نمیدونم چی نقشه‌ای تو ذهنته. این آقا تشویق زبان اولش نیست. خانم هم اینطور. خب خانم ماشاءالله شما امروز چی خیلی خوشگل شدی ها. مگه چی دیروز زشت بودم؟ به چه لباسی لباس دیروزی خیلی بهتر بود. امروز چی تو این لباس اصلا اینو خیلی ارزون هم خریدم. دست اینجا زبان تشویق فایده نکرد. این اصلا زبان تشویق اون نیست، زبان اولش نیست، براش زیاد مهم نیست. پس من فهمیدم که این زبان به اصطلاح نیست که با ایشون با این زبان حرف بزنم. کانال رو باید عوض کنم. خب شما اجازه بدید تا چایتون رو می‌خورید ما کانال عوض کنیم، بریم میان برنامه ببینیم، برمیگردیم ان شاءالله به همراه شما بینندگان عزیز در موضوع زبان‌های عشق. 5 زبان هنوز که شروع نکردن، جناب دکتر اشاری مختصر بهش شد. کمی میان برنامه ببینیم برگردیم. ما امروز 1 ساعت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و سعی داریم که در باقی مانده نیم ساعتی که حدوداً بیشتر کمتر باقی مونده حداقل این 5 زبان عشق جناب دکتر یک مروری با هم داشته باشیم. برمیگردیم همچنان با شما هستیم با 5 زبان عشق. جزاکم الله خیر.
هي زوجتي عنوانها عنواني، وحبيبتي بستانها بستاني، ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. هي زوجتي عنوانها عنواني، وحبيبتي بستانها بستاني، ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. هي أم أبنائي وروضة مهجتي، وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. في وجهها أمل وملء عيونها، هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. في وجهها أمل وملء عيونها، هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. هي أم أبنائي وروضة مهجتي، وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا، والود والإخلاص والإيمان.
با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه سفره دل این هفته با موضوعیت 5 زبان عشق برای ایجاد رابطه‌ای صمیمیتر و مهربانتر با همسر، زن با شوهر و شوهر با زن، چگونه زبان عشق یکدیگر را بهتر درک بکنیم. جناب دکتر اشاره کردن به موضوع تشویق کردن. بله، موضوع تشویق کردن و فرمودن که این موضوع تشویق یکدیگر که زن از تشویق بود، جناب دکتر تشکر بود، تشویق کردن و حرفای زیبا، تشکر کردن و تعریف کردن با این تعبیر. بله، که از هم دیگر تعریف بکنیم. اینو به هر حال شاید همه نپسندن، آقا خوشش نمیاد از تعریف یا خانم خوشش نمیاد از تعریف، که اینو در خلال به هر حال زندگی مشترک میشه تجربه کرد. انسان وقتی که یکی دو بار تجربه میکنه و سعی میکنه به این شکل ابراز محبت کنه با این زبان، وقتی که واکنش سرد و منفی دریافت کرد و خیلی عادی برخورد شد باش، میفهمه که این زبان اینجا زیاد کارساز نیست، باید با زبان دیگری صحبت کرد. زبان دیگه جناب دکتر؟ زبان دیگه زبان خدمت کردن هست. ببینید رسول صلی الله علیه و سلم رو وقتی میبینیم خیلی جالب هست که برخی از احادیثی که داخل خانه هست، برخی از همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این حدیث رو روایت میکنن، این شیوه زندگی پیامبر رو روایت میکنن، شیوهی که خانم دیگه روایت میکنه رو ایشون روایت نمیکنه. واسه چی؟ واسه اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم میدونستند با هر یکی از همسراشون با چه زبانی حرف بزنن. شما میفرمایید که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی همسران ایشون روایت‌هایی رو برای ما میرسونن، این روایت‌ها بعضی وقتا فرق میکنه محتواش با هم. فرقش واسه چی هست؟ واسه اینه که یه چیزی هست که مثلا یه زبانی هست که ام المؤمنین حفصه این زبان باش کارساز هست و ایشون میفهمن، این شیوه برخورد رو میپسندند و این رو میدونن که به معنای محبت و عشق هست. یه زبانی دیگه هست که مثلا حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه میفهمن. شخصیتاشون چون فرق میکنه، زبان ارتباطی هم فرق میکنه. دقیقاً. در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم کان فی حاجت اهله، در خونه همکاری میکرد، لباساشون رو احیانا خودشون میدوختن، کفشاشون رو خودشون درست میکردن، تمیز میکردن، مرتب میکردن، در قضایای داخل خونه همکاری میکردن. حالا این کی است؟ این رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که بزرگترین شخصیت و مشغولترین شخصیت شاید کل تاریخ باشه، مسئولیت کل امت نه کل بشریت رو داره، هم و غمش تمام بشریت هستن. خب پس خیلی مشغوله، وحی میاد، وظیفه رساندن وحی، وظیفه مثلا مسائل مردم، خب تازه مسلمونا که میان، دولت مدینه، دشمنان، همه این مسائل وظیفه همه اینا رو داره. با این وضع میاد مادر مؤمنان عایشه صدیقه میفرمایند که در خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در خدمت خانه بودن. یعنی چی؟ یعنی این زبانیه که برخی از خانم ها براش میمیرن. یعنی اینکه آقا بیاد داخل خونه ظرف بشوره، آقا بیاد داخل خونه ظرف بشوره، پوشک بچه را عوض کنه، لباس اتو کنه، نمیدونم فلان کنه. اما این زبان معناش نیست که همه خانم‌ها از این زبان خوششون میاد. تو یه خونه دیگه تا آقا میاد ظرف میشوره، ظرفا رو شسته، برق میزنه، خانم میاد بر میداره، خب پیش نمیاد، صدا میزنه محمد کی این ظرفا رو کثیف کرده؟ میدونه که شوهرش کرده اما میخواد بزنه تو ذوقش، تو کار تو نیست. خب تا وارد آشپزخونه میشه، برو دست پاتو میش تو زیر لباسات کثیف میکنه، دمپایی پات کن بعد بیاد داخل. این میدونی که این زبان داخل این خونه کارآمد نداره. سکون تاریخش تمام شده. خانم میره مثلا دست به خب آقا مثلا یک فعالیت‌های کاری داره داخل خونه، هم بعضی از کاراشو میکنه، مثلا استاد دانشگاه هست، خب میاد مثلا میخواد بنده خدا خدمتی کنه، نمیدونم
میز کاغذاشو رو مرتب درست میکنه. کنه، اوراق رو مرتب کنه، کتابا رو، یا نمیدونم مهندسی هست فلان هست، کاغذ پارها رو میندازه دور. میاد دعوا میکنه کی گفته دست بزنیم؟ من اینا رو اینجوری انداختم، به کاری انداختم، این برگه رو اینجا گذاشتم که عقل داشتم که اینجا بذارم، خب میخواستم جلو چشم باشه، زدی زیر که کتابو کردی، حالا من که نمیفهمم. پس این خانم باید بدونه که این زبان خدمت اینجا بها نداره. یعنی الان اگر واکنش منفی نشون داده شد یعنی فایده نداره. یعنی فایده نداره. اما یعنی اگر نمیفهمه که من برای خانم یا این آقایی که رفته مثلا پوشک بچه رو عوض کرده واسه چی عوض کرده؟ اگه پوشک چپه بسته باشه چی؟ حالا چپه هم بسته باشه، از روی چی کرده؟ رو محبت کرده دیگه. از روی محبت و عشق. همینی که چپه بست، خب وقتی که میاد همسرش میبینه میگه به چه ابتکاری، به بابا دانشمند. واقعا من اصلا فکر نمی‌کردم که این پوشک رو میشه چپه هم بست. واقعا شما آقایون وقتی که اینا تعریف بود یا فحش بود؟ تعریف بود. میگه که ای بابا خوب شد، حالا پوشک رو میشه دوباره هم استفادهش کرد، یه وقت این ورش یه وقت اون ورش، خوشحال میشه. چرا؟ چون میده انگار همون کاری که مثلا یه بچه وقتی میخواد مثلا میاد سیب زمینی رو نمیدونم چیپسی میخواد به دهن مامانش بذاره میذاره تو دماغش، خب مامان چی دعواش میکنه؟ نه خوشحال میشه که پسرم 3 ماهه داره منو یه چیزی تو دهنم میذاره، خوشحال میشه. دقیقاً. چرا؟ چون که میدونه این کار از روی محبت و عشق هست. خب وقتی که این واکنش شد، خب میفهمید که مثلا وقتی که میاد شوهر مثلا خانم میتونه بگه که بابا 2 شبه که مثلا بچه‌ها مثل خفاش تو اتاقن و لامپ سوخته، تو نمیشه اومدی مثلا چی اینجا لم دادی تلویزیون نگاه میکنی دست و پات میشکنه بری همین چی رو عوضش کنی؟ این شیوه برخورده. یه شیوهش اینه که آقا مهندس دست در نکنه، 2 ماه پیش که همون پیچه به اصطلاح دیگچه رو بستی ها، از اون روز هر روز تو آشپزخونه میری همین دیگچه رو میگم 100 تا میگم خدا جزای خیرش بده. از اون روز نه دستم سوخته نه دیگچه به اصطلاح خراب شده، هر روز تو یادت هستم، میگم بمیرم برات ها. راستی میدونم از کار اومدی خسته هم هستی، خب اما این لامپ اتاق بچه‌ها سوخته، خب دیگه ما هم که مهندس بهتر از شما از کجا بیاریم؟ اگر این زحمتی میکشی وقتی سرت خلوت‌تر شد استراحتی کردی، برو همین لامپ رو عوض کن، سرشو شیره بمانه. تا اینو بگه چی میشه؟ این مردی که الان از راه اومده مرده است، همچین فرض میشه که دیگه اصلا دیگه نه نردبونی چیزی هم مثل نمیدونم مارمولک از دیوار میره بالا و از پایدر میشه و چه رو لامپ رو عوض میکنه. پس فهمیدیم که اینجا این زبان خدمت و همکاری اینجا بها داره. این زبان الان همین خانم یا همین آقا خب اومد مثلا میخواد که به اصطلاح خانم واقعا دست در نکنه، اون استانبولی که 3 سال پیش درست کردی بودی تو الان مزهش زیر زبان نو خودش هنوز لای دندونام این به اصطلاح خب این چی میشه؟ این دیگه میبینه که کدوم استانبولی؟ بابا همونی که درست کرده بودی توش گذاشته بودی فلان، الان خودت لوس نکن، امروز برات چیز دیگه درست کردن. خب میفهمه که این کاربرد نداره یا این زبان قابل مفاهمتی نیست اینجا، یا اگر واکنش ضعیف با این داره، خب میبینی که بله بلند میشه میره لامپ رو عوض میکنه، اما نه با اون به همون به اصطلاح به قول شما سپاه در من بازی و اینا، میفهمی که این زبان اساسی نیست. خب مثلا زبان تشویق زبان اساسیه، وقتی اومد باش تعریفش کرد فلان زبان اساسی بود، اما زبان خدمت کردن که این خدمت اون نیست که ازش بخوان. وقتی میگیم خدمت کردن یعنی اون کاری که بدون این که ازش بخوان انجام بده، خودش بیاد انجام بده، خودش بعد انجام بده، خودش بره ظرفا رو بشوره، خودش بره نمیدونم لباسا رو بشوره. اینه که احیانا مثلا مهمونی که تمام میشه حاج خانم امر میکنه که آقا با ظرفا رو بشوره، اینم خدمت حساب میشه. این دیگه این دستوره که به اصطلاح همیشه خدمتی که به اصطلاح میاد این زبان خدمت. البته اونی که همکاری بکنه و بیا با من همکاری کنه این حقشه، حق هر دو طرف هست. اما در همین مورد هم ما خانمایی داریم که اصلا خونه 200 نفر مهمون اومدن، خونه پر از ظرف، حاضر 2 روز تو آشپزخونه
خودش تنهایی ظرفا رو بشوره، اما حاضر نیست که شوهرش رو اجازه بده داخل آشپزخانه بشه. ظرفا رو میشکنی، بلد نیستی، نمیدونم درست نمیشوری، فلان میکنی، میفهمی که این زبان خدمت اینجا فایده نداره، اصلا وجود نداره. یعنی الان با چیکار کرد؟ الان با چیکار بکنه؟ این دلیل عشق نیست، اینو باید بذار کنار. یعنی با این زبان حرف نمیزنی. یعنی زیاد تلاش نکنه که هی خودش رو شیرین کنه بیاد من بذارم بشورم بذار نشورم، دیگه زیاد اصرار نکنه تو این نه زبان. اصرار کنه نه اصلا نزدیک بشه، چون که اصلا این بیانگر این شما چرا میخواید کمک کنی؟ خاطر محبت و عشق، این زبانای عشق هست. اما وقتی میدونی که این زبان چینی وقتی من حرف میزنم طرف نمیفهمه، مثلا حالیش نیست، خب چرا خودم خسته کنم؟ درست. چیکار کنم؟ برم اون زبانی که میفهمه رو بگم. زبان سومی. زبان سومی مثلا این زبان خیلی مهمه. تا الان 2 تا زبان گفتید، یکی بحث تشویق و تعریف و حمایت و دومی بحث خدمت و خدمتکاره. و این زبان سومی حالا نمیدونم چرا این رنگی انتخاب شد. این زبان همون روابط به اصطلاح فیزیکی و نزدیکی است. روابط زناشویی خب یکی از مهمترین زبان‌های عشق است. رابطه جنسی. خب این روابط زناشویی اصلا برای چی ازدواج شد؟ اصلا به اصطلاح هدف از ازدواج رو نمیدونم بچه دار شدن و فلان، اینا همه مسیری هست، یه جزء بسیار مهمی هست در، اما آیا این برای همه زبان اوله؟ زبان اول ابراز عشق. زبان اول ابراز عشق مثلا افراد متفاوتن. ما مثلا حتی خداوند متعال قادر بود که مردم رو امتا واحدا بسیار خلق کنه. بله. خب اما نه و ما یزالون مختلف ولا یزالون مختلف. خداوند متعال مردم رو به گناه ها و تیره ها و احساسات و مختلفه. خب مثلا برای ما شنیدن این خیلی شاید به ما بر بخوره که ما شنیدیم که یک آقای نمیدونم 70 ساله پیرمرد با یک خانم 30 ساله ازدواج کردن. چو آقا ظلمه فلانه، این حرف چرنده که ما میگیم ظلمه یا فلانه. نیاز اون افراد شخصیت اون 2 نفر رو ببینیم. این پیرمرد ثروتمنده، این خانم زبانش زبان جسدی نیست، زبانش مثلا زبان هدیه است. اینجا کلا اصلا خواسته هاش اولویتش یه چیز دیگه است. یه چیز دیگه است. خب اما مثلا ما میگیم که یه آقای نمیدونم 20 ساله با یه خانم 80 ساله ازدواج کرد، با مادر بزرگش ازدواج کرده. به تو چه؟ این زبانش زبان روابط زناشویی نیست، این آقا زبانشون نیست، زبانش یه چیزی دیگه است، زبانش تشویقه. مثلا این خانومه یه زبانی داره که چرب و نرم چی بگم، با همین زبانش این فرد رو عاشق خودش کرده. اینه که به اصطلاح قضیه روابط جنسی وقتی مثلا طرف به اصطلاح میان با هم نزدیک میشن، کنار هم میشینن، هم دیگه رو لمس میکنن، اینا همش به اصطلاح بیانگر چه هست؟ بیانگر اون محبت و عشق هست. خب زبان به اصطلاح روابط زناشویی خیلی مهمه دانستنش. برای چی؟ خیلی وقتا در مسیر زندگی کدورت هایی پیش میاد، دلنگرانی هایی پیش میاد، یک نمیدونم بگو مگویی شد، یه اشتباهی شد. خانم یا آقا میدونه که طرف مقابلش زبانش اینه، زبان مثلا روابط جنسی زناشویی. خب میاد چه کار میکنه؟ میاد از این زبان استفاده میکنه. یعنی این زبان وسیله میشه برای پایان دادن به مشکل و حل این مشکل. آتش‌بس نهایی ما برگذشته ها صلوات، این زبان رو استفاده کرد. یه آقایی یه خانومی هست که نه، این زبان واسهش اولویت نداره اصلا. تا کوچکترین مسئله میشه آقای قهر میکنه، اصلا این رابطه رو 6 ماه تعطیلش میکنه. میفهمه که این زبان پیش این خریدار نداره. پس من نیام با این زبان باش حرف بزنم، یه زبان دیگه که به اصطلاح
براش مهمه خدمت کردن، مثلا شاید زبان اولش باشه، یا تعریف کردن، قدردانی کردن شاید زبان اولش باشه، یا زبان اولش چی باشه؟ زبان هدیه باشه. این زبان دیگری است. این زبان دیگر است. خب این زبان اینه که اصلا هدیه دادن یعنی چی؟ یعنی اینکه من تو فکرت هستم، برای من عزیزی، میخوام فراموشت نمی کنم، میخوامت. وقتی که دورت بودن، در خب وقتی که هدیه میگیری، هدیه رو از کجا میگیری؟ از یه جای دیگه میاری دیگه. خب یعنی در بیرون از خونه یادت بودم، دوستت دارم. خب I love you. I love you که به اصطلاح این هدیه معناش این نیست که به اصطلاح آلماس باشه مثلا. اون بعد مادیش مهم نیست. اون آلماس چی؟ آلماس هست، الماس هست که از بینندگان گیر انداخته بودن که چرا آلماس گفت. همون الماس. همون الماس. خب طرف میاد مثلا الماس، چه گردنبند الماس گرفته آورده، اون خانمش به غافلگیر چشاتو ببند، بستم، بیا بازش کن. سورپرایز. خرماره ها رو از کجا آوردی؟ خب براش الماس و خرماره یکیه. خب هدیه اصلا براش زبان اول نیست. درست هدیه خوبه، تحد و تحابو، هدیه محبت و عشق رو زیاد میکنه، اما زبان اول همه نیست. درست. و این شیوه هدیه دادن هم فرق میکنه. شما یه گردنبند الماس بیار بده به خانمت، اما به یه شیوه نادرست بده، بزن تو ذوقش. خب این اثرش رو ببین. و یک گل بیار، یک نمیدونم برگه ای توش نوشتی I love you بیار، یا نمیدونم یه جمله زیبایی نوشتی میایی بهش میدی، اما شیوه تقدیم هدیه‌ات یه شیوه رومانسی باشه. حالا ببین این ارزشش بیشتر بود یا اون؟ با وجود اینکه ارزش، پس قضیه مادی نیست، اون بار معنوی و عاطفی هست که برای این هدیه نهفته است. و اصلا همیشه هم به اصطلاح هدیه به معنای این نیست که گل بیاریم بریم باغچه رو خرابش کنیم، یا گل پلاستیکی ببریم، یا همون وسایلی که تو خونه نیاز خانم هست. یعنی هدیه نیاز نیست حتما یک شی خیلی رویایی باشه. خانم یه قابلمه برداریم ببر، مشکل داره تو خونه، کمبود داره، وقتی مهمون میاد مشکل قابلمه داره، نمیدونم مشکل لباسشویی داره، مشکل نمیدونم چی، اینو وقتی میاری به خاطر اونو آوردی، این احساس رو بهش میدی که واسه تو آوردم، این خیلی حرف میزنه. اما زبان اول همه کس نیست، شاید زبان دوم باشه، زبان فرعی باشه. اون خانم مثلا یا آقا، خانم وقتی برای آقاش مثلا میخواد یک برای شوهرش که هدیه بده، خب شوهر شکموست، خب هدیهش غذای دلبخوش، خب هدیهش نمیدونم چیزایی که خوشش میاد، کوچیک بزرگ، نمیدونم ارزش معنوی مهم هست، ارزش مادیش مهم نیست. خب حالا یه وقتی هست که این آقا براش این زبان مهم نیست، زبان هدیه مهم نیست، مثلا میره بنده خدا زحمت میکشه، نمیدونم ماهی نمیدونم چی نهنگ ماهی میاد کوسه ماهی واسش درست میکنه فلان، این براش بسیار کشک و نمیدونم کوسه ماهی و سبزی پلو و نمیدونم پنیر و نون خوش یه چیزه، شکم سیر شده، شکم باید شکمه رو گول زد. پس فهمیدیم که زبان هدیه زبان اول نیست، بعضی جا هست، بعضی جاها هست، برای بعضیا نیست. اون دیگه بستگی به تجربه داره. این چیزایی که شما مطرح کردید، مثلا الان هدیه گفتید، از بحث خدمت و ممنوع گفتید، تشویق و به هر حال تعریف گفتید و موضوع ارتباط جنسی گفتید، اینها بستگی به افراد متفاوته. در تجربه زندگی مشترک انسان درک میکنه که کدوم یک از اینها بیشتر کارایی داره و کدوم زبان اول طرف هست. همیشه افراد یه زبان اول دارن، زبان اصلی هست، اولویت داره که زبان مادری بهش میگن مثلا. خب اینجا بگیم زبان عشقی، زبان عشق، این زبان اول مادر عشقه. خب بعد از اون زبانهای دیگه دوم و سوم و ترتیبشون به اصطلاح اینطوری میاد. حالا یه زبانی دیگه هم هست، اون زبانی که در کنار هم بودن، با هم وقت سپری کردن، با هم نشستن، همون به اصطلاح حرفای جناب مولانا که نمیدونم اما مولانا همش با گریه و با اشک بود زد تو ذوق ما.
لبخند میکردن، دقیقا لبخند. آخرش از اینجا شروع کردن، شاید پیام‌های آیندهشون هم میخونه میشن. یعنی بعد از عشق میرسن. آدرسش احمد جان دوباره بنویس، آدرس تلگرام حضرت مولانا رو بنویس، دوستان مراجعه کنن. اگر به لبخند رسید که ما باش همراه میشیم. من خاص من هفته بعدش میخوام که یه لبخندم بزنن، بگذارن تو گروهشون. همین که به اصطلاح گفتن که نمیدونم سرشون رو میذارن روی روشونه‌شون نمیدونم فلان، یعنی اینی که با هم نشستن، با هم گفتگو کردن، خاطرات تعریف کردن، جوکای بی‌مزه با هم تعریف کردن، کنار هم نشستن، همدیگر رو لمس کردن، با هم دست دادن. یعنی پژوهش علمی غربی میخونم که میگن که زنا نیاز مبرم یک همسر اینه که مثلا روزانه باید 14 بار حداقل لمسش کنی. 14 بار. یکی از دوستان بود میگه که من دیگه تا اینو خوندم، صبح میرم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 تا مونده واسه بعدش، زود میرم از خونه بیرون. خب این معنی نیست، این معنی که به اصطلاح بیرون در آغوش گرفتن، به اصطلاح دست گرفتن، به هر حال یک در کنار هم بودن، در کنار هم نشستن. اما خب این زبان اول هر کس هم نیست. شما میرید کنار خانمتون میشینید، ایشون میرن اونوری. خب یا خانم میاد پیش آقاش میخواد بشینه پیش شوهرش، میخواد ببینه شوهرش اینوری میکنه اونورتر. خب این زبان اول هر کس پیدا میشه اینطوری. خیلی هن که مثلا خانم شما اونور سفره بشین. خب موقع چی میگه که من میخوام ببینم تو. احمد میگه از کات نرید بیرون، فقط زیاد از کات میافتید بیرون. این زبان اول خیلی هست که با هم کنار هم بشینن، درد دل کنن. اما اگر من مثلا با خانمم کنار هم ننشستیم، درد دل نکردیم، حرف نزدیم فلان، این به این معنا نیست که ما همدیگر رو دوست نداریم، عاشق هم نیستیم. این به این معناست که این زبان اول ما نیست. اینه که خانم ها یا آقایون وقتی که به اصطلاح مشکل پیدا میکنن که آقا زبانش اینه، فکر میکنه که زبان خانمش هم همینه، چون خودش اینو دوست داره، فکر میکنه خانمش هم اینطوری دوست داره. همون حکایت منو ماهیم بود، چون که من فکر میکنم که به اصطلاح من چلو مرغ دوست دارم پس باید با ماهیم بدم، نتیجه چی میشه؟ ماهی مرد بیچاره. دقیقاً من باید بدونم که طرف مقابلم زبانش چیه، اگه اینه با این زبان حرف بزنم باش. خانم میدونه که شوهر زبانش زبان به اصطلاح احترام و تقدیر، و بعضی از آقایون رو دیدید که خیلی به اصطلاح چی بهش بگم، لردن بگم چی میگن، همچون میشنن قورتی پورتی و میخوان که کسی باشه که واسه شون مدیح سرایی کنه، تعریف و تمجید بکنه. این مدلش اینجوریه ها، ذاتش اینجوریه ها، زبانش اینه، زبانش زبان تشویق و قدردانی و نمیدونم فلان، و تا از کار میرسه شوهر بیاد. مثلا خیلی از چینی‌های این زبانشونه. در چین در اینجایی میخونم که شوهر وقتی از کار میاد، خانم میره آب از پیش آماده کرده، آب ولرم، تا شوهر میاد میشینه به صورت پاهاشو میذاره توی آب ولرم، پاهاشو ماساژ میکنه، به این معنا که به صورت رفتی، زحمت کشیدی، خسته شدی، الان من قدردانی میکنم از این زحمت و از این تلاش شما. این زبانه، این تو زبان، این یک زبانه دیگه. این زبانه. الان مثلا یک آقای میاد از چی که خانمی بیاد این کارو بکنه، مثلا چی دیوانه شدی، چیه مگه پام چیشه، کثیفه، چیشه پام کثیفه مثلا فلان. خب پس میفهمی که این زبان تشویق یا زبان قدردانی زبان شوهرم نیست. اینجا جواب نداره. اینجا جواب نداره. زبان شوهرم چیه؟ زبان شوهرم رابطه اتصال فیزیکی هست. زبان شوهرم مثلا باش در کنارش نشستن و باش وقتی رو سپری کردن. زبانش خدمت کردن دونه. خب میدونم که با چه زبانی با طرف مقابل حرف بزنم. اینی که ما خیلی وقتا میشنویم که خانم ها یا آقایون از زندگیشون خستند، آقا به من نمیرسند، آقا برای من ارزش قائل نیستند، آقا در این خونه من بهایی ندارم، آقا
این به خاطر اینه که هر یکیشون فکر میکنن که باید طرف مقابل یا طرف مقابل رو با زبانی که زبان خودشون هست باش حرف میزنن، میخواد که اون این زبان رو بفهمه. ما چرا اینا رو گفتیم؟ چرا؟ اینی که هر یکی از خانم ها و آقایون، خلاصه کل صحبت ماست، یک دقیقه بیشتر وقت نداره، که هر یکی از خانم ها و آقایون نگاه کنن که زبان طرف مقابل زبان عشقش چیه و این رو با تجربه به دست میارن. اون زبان عشق رو وقتی میبینن بدونن که این یعنی محبت و عشق، یعنی کلید دخول. نه اینکه کلید، یعنی اون داره داخل میشه. وقتی من میدونم که زبان عشق خانمم خدمت هست، میدونم که وقتی ایشون خدمت میکنه زحمت میکشه یعنی این فوران عشق. میخوام که در داخل قلب اون جا پیدا کنم، با همین زبان باید باش حرف بزنم دیگه، نه هم با زبان هدیه باش حرف نزنم. هدیه رو میارم از بیرون، خسته کوفته زحمت کشیدم پول خرج کردم آوردم، خانم بله چیه؟ یک سورپرایز دارم واسه، چیه؟ هدیه آوردم، بذار تو صندوق آشپز کابینت آشپزخونه، بعدا نگاه میکنم، فعلا دستم بنده، بیا جمعش کنم. خب پس میدونم این زبانش نیست. چرا من بیام روی چیزی که زبانش نیست مثلا بعد دیگه بیام داد فریاد بذارم که من براش زحمت کشیدم هدیه کردم، ناراحت بشم؟ نباید اینجا ناراحت بشم، باید بدونم که زبان ایشون چی هست، با همون زبان و همچنین خانم‌ها بدونن که زبان شوهرشون چی هست، با همون زبان با هم حرف بزنن. انشالله که بینندگان عزیزم در آنچه که مطرح شد در خلال برنامه امروز، نکات مهمی که جناب دکتر اشاره کردن رو حتما بیشتر مد نظر خواهند داشت و انشالله در برنامه بعد باز موضوعمون رو بیشتر ادامه خواهیم داد. امروز به درخواست مدیریت محترم ما نیم ساعت وقت برنامه رو کمتر کردیم و هم دیگه به پایان برنامه رسیدیم. صحبت پایانی جناب دکتر رو میشنویم. انشالله باز در برنامه بعد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه موضوع و پاسخ به سوال‌های ارسالی شما جناب دکتر. بنده اولا از بینندگان عزیز از طرف آقای سلیمانی معذرت خواهی میکنم که همیشه سوالای عزیزان رو به تأخیر میندازن. در ثانی هم قضیه همینه که به اصطلاح برای رفع مشکلات خانواده های مختلف این مفاهیمی که ما اینجا مطرح میکنیم رو منتقل کنیم به خانواده های مختلف، به عزیزانی که فکر میکنن در یک خونه بردن، کنیز اون خونه منو کنیز گرفتن، آقا من مگه نوکرم فلانم. این مفاهیم کلا عوض میشه وقتی که ما زبان عشق رو در خونه ها بفهمیم، وقتی که زاویه دیدمون عینکی که رو چشم داریم این عینک رو به جای اینکه عینک آفتابیش باشه عینک عاشقانه میکنه. خیلی ممنون، تشکر از شما و تشکر از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید. الله یار و نگهدارش. تشکر از شما.